تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. درودی پر از محبت ما نثار شما شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ. از سلسله گفتاری تازه انگارها این نوبت از خوان ایجاد نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتون میرسانیم. پیش از آغاز گفتار اول چند حرفی برای آشنایی با زندگی نامه ایجادی مؤلف کتاب. بهمنیار نویسنده برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. از زمره معروفترین ادیبان معاصر است. در نوشتن حکایه دستی تمام دارند. روستای تخیلی با نام سرمده آفریدند و یک سلسله حکایات جالبی را از حیات مردم آن نوشتند که به ذهن خواننده امروز سازگار آمده. شاید اکثر کل حکایاتش بسته همین سرمده خیالی است. رمانی هم نوشتند با نام شاهنشاه، ولی به اقرار خودش این رمان الحال جایگاه خود را در ادبیات پیدا نکرده است. چنانه که حکایه هایش را میخوانند رمانش را نخواندند. بهمنیار عربزاده امینی 15 ایولی سال 1954 در شهر پنجکنت ولایت سوخت در خانواده دهقان در دامان مادر کدبانو دیده به عالم و آدم کشاده است. تحصیلات ابتدایی و میانه را در مکتب رقم 3 به نام نادژدا کروپسکایی شهر پنجکنت گرفته است. بعد ختم مکتب میانه به فاکولته زبانهای شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر لنین داخل شد و رشته زبان عربی را ختم کرده است. سال 1981 به روزنامه تازه تأسیس مدنیت تاجیکستان به صفت خبرنگار فرهنگی به کار دعوت شد. سالهای 83 تا 85 در لیبیا ترجمان عربی به روسی و از روسی به عربی فعالیت برده است. بعد بازگشت به وطن باز به جای کار پیشینه خود که آن زمان نشریه مدنیت تاجیکستان به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرده بود کار را ادامه داده است. بعداً مدیر شعبه نثر مجله صدای شرق تعیین شد و تا سال 1992 در همین وظیفه کار کرده است. ایام نوبسامانی ها از شهر رخت سفر می بندد. یک مدت حدوداً 10 سال در زادگاهش زندگی به سر برد. سال 2002 باز با دعوت اتفاق نویسندگان دوباره به پایتخت کشور شهر دوشنبه آمد و معاون سردبیر یگانه مجله اتفاق نویسندگان کشور صدای شرق تعیین گردید. نامبرده اویلادور صاحب 4 فرزند است. اولین حکایه های نویسنده بهمنیار با نام نازنین شوخ در معارف و مدنیت چاپ شده است. اثرهایش در شکل کتاب با نام های زیرین به تب رسیدند: عشق صیاد، اسب آبی، دود حسرت، سرمده سال 2002، شاهنشاه سال 2007 و سرمده قسم دوم سال 2014. یک کتابش با زبان روسی و حکایه و پویس‌های جداگانه‌اش با زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانی، ایتالیایی، استونی چاپ شدند. تخلص بهمنیار را بعد مطالعه کتابی از روزگار ابوعلی ابن سینا انتخاب کرده است. در آن کتاب بهمنیار اسم شاهزاده است که به گذشته خود می‌نازد و هرگز فرمان کسی را اجرا نمی‌کند و از جمله فرمان استاد خود را. این خصلت را موافق به طبیعت خود دریافته است و میگوید انتخاب تخلصی که بعداً به نام تبدیل شد موافق به خصلت‌های طبیعی خود او بوده است. و شنوندگان عزیز، حالا گفتار یکم را از حکایه‌های نویسنده بهمنیار از کتاب سرمده در پیشنهاد نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل
امان بشنوید. ابرپاره از تیغه شیدنزا کنده شد و روی سرمده افتاد. شمالک تفسی هوا را پست کرد، شکرنم دامن ده را تر. باز در فضای خوابونه گوزنی چند برشاخ پیدا شد. همان گوزنی که روز چند پیدا می شود، بدونگی جورک می براید و بده می نگرد. چنان می نگرد که گویا فرزندش را، جگربندش را در ده بند کرده باشند. گوزنی چند برشاخ از تاله برزو می فراید. در فرازی خاربونه روی دنگ شورک چون آبیده قرار می گیرد و بده می نگرد. خیلی می نگرد و باز همان طوری که آمده بود بر می گردد و تاله برزو را خم می خورد و عنکبوت حسرت روی دلم تار می تند. تار اندوه می تند، مهین می تند، زرین می تند. دلم درد می کند، وجودم می سوزد و بنالیش می آید. چنان بنالیش می آید که می خواهم بخیزم و از پسی آن جانوری زیبا و خوش صورت و آزاد سر به کوه و هامون زنم. اما نمی توانم، زیرا مرا به این بستر نرم بی‌ریسمان بستند. زیرا مرا در این بستری چون آبهای زمستان سرد غرق کرده اند. از این رو عنکبوت حسرت روی دلم تار می تند، تار اندوه می تند، مهین می تند، زرین می تند. دلم درد می کند، وجودم می سوزد و بنالیش می آید. تیریزه خانه من به سوی فرازی خاربونه و تاله برزو باز است. من از تیغه شیدنزا یک یک کنده شده روی ده افتادن ابرها را خوب مشاهده می کنم. من ریختن باران را پیشکی پی می برم. من خوانش کپکانی فراز یلما را نغز می شنوم. فراز یلما خیلی دور است، می گفت مامایم. خوانش کپکانی آنجا تا بده نمی رسد. تو شاید خوانش کپکانی خاربونه را شنوی؟ من جواب می دهم من خوب می دانم که از کدام محل به گوشم چه صدای می رسد. تیریزه خانه من همیشه باز است. مادرم تنها شب آن را می پوشد و با خواهش من پرده ها و بادوانه را کشاده می ماند. آخر دلگیر می شوم مادر، آخر نفس تنگ می شوم مادر مرا نمی شنود. مادر پس از همان شب که مامایم بناگاه مرد دیگر مرا نمی شنود. کسی مرا نمی شنود مگر که بابونه. من تنها می توانم با بابونه از تحت دل چونان که با خود صحبت می کنم گفتگو نمایم. بابونه با عمق چشمان من می نگرد. با چشمانی فرشته صدقه بچه یکم. بابونه با جنبش لبهای من می نگرد. گپ زن بچه یکم. من از تیریزه خانم به طبیعت می نگرم و از روی بام انبار که روزهای آفتابی مرا به آنجا می برارند به عالم. طبیعت برای من کوههای شبان روز و شیدنزا و عالم برای من سرمده است. زیرا من دیگر کوه و ده را ندیدم و دیده هم نمی توانم، زیرا پایهایم شلند. مردم، مامایم می گفت که من از زاده شدن تا کنون همیشه بیماری بستری بودم و با همین راهگردی را نآموختم. اما پروفسور عینکی معتقد است که ترسی عظیم از راهگردی در دل من خانه کرده است و مرا با پا شدن نمی گذارد. توبه
گفت تو بود مامایم بعدی رفتنی پروفسور. ترسی خانه‌ساز هم بودسته. من به فرازی خاربونه بدونگی جورک می نگرم. فرازی خاربونه بیگوزنی چند برشاخ به همه فرازهای عالم مانند است. فرازی خاربونه بیگوزنی چند برشاخ یک کوهتلی عادی است که چند دنگ و بوته دارد. وقتی که در فرازی خاربونه روی دنگی جورک گوزن چند برشاخ پیدا می گردد، همه چیز تغییر می یابد. همه چیز جان می گیرد. بدن و روح سرور موجی جان بخش پهن می شود. چونون که در فصل زمستان به حمام گرم درآیی، چونون که در فصل بهار روی سبزه های نرم غیل می زنی. اما امروز دیگر گوزنی چند برشاخ به پیدا نمی آید. اما امروز دیگر فرازی خاربونه یک تای عالم نمی گردد. گوزنی چند برشاخ روز یک بار ظهور می کند. از فرازی خاربونه از روی دنگی شورک جانبی ده می نگرد. چنون می نگرد که گویا فرزندش را، جگربندش را در ده بند کرده باشند. من به تیغه شیدنزا می نگرم. امروز دیگر ابرپاره کنده نمی شود. امروز دیگر شکرنم دامن ده را تر نمی کند. امروز مرا روی بام نمی برارند، زیرا مادرم از ناصیحتی من در هراس است. زیرا مادرم از شمال خوردن من می ترسد. به نظر مادرم من گلی خشکیده را می مانم که کم شمال سخت می تواند گرد سازد. من از تریزی خانم چطور از تیغه کوه شیطنزا به زیر موج زده فرامدنی تاریکی را تماشا می کنم و از این ذوق می برم. تاریکی زینه به زیر می آید. نخست تیغه شیر تیره می گردد، سپس گردنی آن که ریز نام دارد، بعد زاوی فلخمان و فرازی یلما، تاله برزو و فرازی خاربونه. همین طور تاریکی زینه خنبیده تا به تریزه خانه خواب من می رسد و داخل خانه می شود. من شب را چون روز در بستر خود، محبس خود، تابوت خود پذیره می کنم. تاریکی از زیر به بالا می دمد. می گفت مامایم. زیرا شفق تا در قله های کهر و روشن نگاه می دارد. تو مرا اینطور می بینی نمی فهمم. من پیش خود بسیار فکر می کنم که چرا مشاهده های من خلاف دیدی دیگران می براید. جواب نمی یابم. با رسیدن تاریکی مادرم تریزه های خانه را می پوشد. تنها بادروزن و پرده را کشاده می ماند. آخر دلگیر می شوم مادر. آخر نفس تنگ می شوم مادر. مادرم صدای مرا نمی شنود. مادرم چون فرشته های آسمان سبک و بی صدا می گردد. مادرم بستری مرا، تابوتی مرا به ترتیب می آرد و سوی در روان می شود. شب بخیر مادر. مادرم چراغ را خاموش می کند. مادرم در را آهسته و بی صدا می کشاید. مادرم در را آهسته و بی صدا از پس خود می پوشد. من به خیرباش خود جواب نمی شنوم. من تنها صدای خاموشی و تاریکی را می شنوم که در فضای فشرده خانه دوتاز می کند. من شاید حرف نزدم باز. من شاید گپزنی را فراموش کردم. من چیز پیش خود گفتن و شنیدن می خواهم. من گوزنی چند برشاخ می گویم. من آواز خود را نمی شنوم. من گنگم مردم.
ستارگانی بیشمار روی آسمان ده ملتراس میزنند. روی تیغه شیطنزا، روی زاوی فلخمان، روی فراز یلما و خاربونه، خلاصه در همه جا ملتراس میزنند، چون کرمک های شبتاب غیب میزنند، باز پیدا میشوند، چون کرمکانی شبتاب بیقرارند. ستارگان ابرها حرکت میکنند و به ما چنین مینمایند که ستارگان گفته بود مادرم، اما چرا آنها به نظر تو سوخته و زنده میشوند نمیفهمم. من ستارگان را به مثل بهترش درباره گوزن چند برشاخ خود به کسی حرف نمیزنم. بگذار این سری نهان برای خودم باشد. من ستارگان را دوست می‌دارم مادر، زیرا با آنها حسد میبرم. من ستارگان را هر شب میشمارم، حساب را گم میکنم، باز میشمارم تا آن دمی که خوابم میبرد. بعضن من سوی تیرزه دست دراز میکنم، میخواهم ستاره که به چنگ آرم و بالای سرم آویزم. بگذار ملتراس زند، بگذار نگهبان بستری من، محبسی من، تابوت من باشد، چون که یک کرمی شبتاب نگهبان بود شبه. کرمکی شبتاب شبانه بناگاه در تختانه تیرزه ملتراس زد، میدهک پشمینک. من وی را روزانه ندیده بودم. وقتی دیدم که چون اخگری تنهای، چون ستاره بی کسی در فراز تختخانه آتشک گشت، من کرمک را به دست گرفتم. خاموش شد و بعد لحظه باز فروزان، چون آتش پاره خورد فروزان شد و من مسئله را به یاد آوردم که از مامایم شنیده بودم. بوزینگان کرمی شبتاب را اخگری آتش پنداشته، رویش هیزم چیده اند، پوف کرده اند، نفس گردان شده اند و آتش حاصل نکردند. مامایم این مسئله را به من حکایه کرد و بعد پشیمان شد، زیرا من خود را چون آن شبتاب دیدم که نور می‌دهد و گرمی نمی‌دهد. از همان شب تا کنون می‌خواهم ستاره که چون کرم شبتاب بناگاه خود به سری خود روی تختان تیرزه خانه‌ام پیدا شود و من آن را گرفته روی بسترم بالای سرم آویزم. بگذار ملتراس زند، بگذار نگهبان بستری من، محبسی من، تابوتی من باشد، زیرا تا ستارگان دستی من نمیرسد آنها دورند، دور. اگر کتی من روی تیغه شیطنزا می بود، آنگاه می توانستم همان ستاره سرخ را به چنگ آرم. ستاره سرخ از تیغه شیطنزا همگی چند وجب دور است و بس، آن را آسان می توان به دست آورد. برای چی کسی آن را نمی گیرد؟ چرا سرمایه‌دهیان با وجود چنین یک چیزکی زیبا و عجایب بی‌پروایند؟ یا شاید به تیغه کوه برآمدن دشوار باشد؟ این چیز که به نظرم می نماید نخود گوزنی من باشد. روی پیرهی آهوان آسمان گوزنی چند برشاخ می گردد. از بین غبار ستارگان، از بین تراکم‌های بیشمار، پیکری گوزنی چند برشاخ خیلی خوب نمودار است. من خطا نکردم. گوزنی من مخلوق آسمانی است، ساکنی آسمان در است و روز یک بار با پیرهی آهوان به تیغه شیطنزا می فراید. زاو را گذشته در فرازی خاربونه پیدا می شود و بده می نگرد، چنون می نگرد که گویا فرزندش را، جگربندش را در ده بند کرده باشند. حالا گوزنی چند برشاخ از تراکم به تراکم می گذرد، چیز می جوید، چیز می خواهد. اینک وی از آسمان دره می براید.
با پیرهی آهوان جانبی تیغه شیدنزا می آید و من پی می برم که وی چی می جوید. وی ستاره درخشان ترین آسمان را می جوید. گوزنی چند برشاخ ستاره سرخ قله کوه را روی شاخ چندبرینش می گیرد. با پیراهی تاله برزو به فرازی خاربونه می فراید و از فراز راست جانبی تیریزه خانه من می آید و زانو زده شاخهایش را خم می کند. خانه از پرتوی ستاره سرخ چون روز روشن می شود. چونان روشن می شود که چشم را خیره می کند و من به زور چشم می کشایم. من از حیرت کمی به خود می آیم. خود را در بستر خود محبوس خود تابوت خود خوابیده می بینم. خانه از نورهای آفتابی از تیغه شیدنزا رونموده پر شده است. من خوابم را به یاد می آرم و به پیشواز مادر تبسم می کنم. مادر در را آهسته و بی صدا می کشاید. шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикоётро аз китоби сармадеҳи нависанда баҳманёр аз силсила гуфтори тозаангорҳо дар қироати номзади илмҳои филология абдуҷалили амон аз мавҷи радиои Фарҳанг шунидед. Коргардон Мавҷи Гул Юсупова. Поёни гуфтори якум. шоду муваффақ бошед.